میخوام بهت بگم اگر زمانی خودت رو تو چالش قرار دادی یا یه تعهدی برای خودت گذاشتی که فلان کار رو من دیگه انجام نمیدم یا فلان کار رو دیگه انجام میدم و اگر یک زمانی به هر دلیلی بیزی بودی، حوصله نداشتی یا نتونستی اون کارا رو انجام بدی و اون تعهدت شکسته شد، اون چالشت شکسته شد، از خودت ناامید نشو، خودتو سرزنش نکن. این اتفاق برای همه ماها رخ میده. این مهمه که تو بتونی دوباره ادامه بدی، از همون جای قبلی که بودی دوباره شروع کنی، دوباره تلاش کنی و اتفاقا این قشنگترش میکنه. اون حس و حالو به تو بیشتر میده که ایول من یک بار نتونستم ولی تلاش کردم و الان تونستم. اینو امتحان کنین و لطفاً سر این چالشی که گذاشتین، هر چقدر چالش ساده ایه، اگر 1% نتونستی انجامش بدی، به خودت اون حس بدو نده. به خودت بگو اشکال نداره، من دوباره انجامش میدم، دوباره امتحانش میکنم و این سری مطمئنم که میتونم.